مردم اونها نجات پیدا بکنن، به ویژه خداوندا مردم سرزمینمون. ما بغیر از شما کسی رو نداریم، از روح قدس ما رو پر کن، هدایت کن تا خواست اراده شما رو به جا بیاریم. تو این راه تنهامون نذار. امروز رو به حضورت میاریم، سانه های زندگیمون تو دسته پرتوان شما باشه. جمع کسایی که تو این جمع شرکت کردن، نیازهامون و آرزوهامون و خواسته هامون ای پدر آسمونی به حضورت میاریم. نیازهامون رو در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. خب اگه موافق باشید با هم دیگه میخوایم از کلام خدا بخونیم. زندگی مسیحی. خیلی همون تعمید گرفتیم، خیلی همون درگیر این دنیا و مشکلات این دنیا هستیم و سختی هایی رو همیشه تو این دنیا داریم. میخوایم ببینیم که نوع برخورد ما، نوع زندگی ما چه تفاوتی داره با بقیه ایماندارا، با بقیه کسایی که به کلام خدا عمل نمی کنن، با بقیه دنیا. میریم با هم دیگه از نامه ها میخونیم که توی اکثر نامه ها راجع به زندگی مسیحی توضیح داده. گذشته ما شسته شده با خون عیسی مسیح، پاک شده و ما در زندگی جدید، در حیات جدید زندگی میکنیم. با هم از افسسیان، نامه افسسیان فصل 4 از آیه 17 میخونیم. با هر سمین بینیم میکروفونش باز میشه نمیشه. بله بله، صبحتون بخیر، صبح همگی بخیر. من منتظر بودم که شاید روز صفحه بیاد. من میتونم از کتاب بخونم. مرسی، تشکر. خواهش میکنم. پس به نام خداوند این را میگویم و بر آن تاکید میکنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر میبرند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنهاست و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا میبخشد محروم کرده است. عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوا و هوس کردند و برای ارضاء امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند. اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفتید. البته اگر واقعاً از مسیح باخبر شده اید و در اتحاد با او حقیقت را آنچنان که در عیسی یافت می شود آموخته اید. شما باید از آن زندگی که در گذشته داشتید دست بکشید و آن سرشتی را که قبلا داشتید از خود دور سازید. زیرا آن سرشت فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است. دل و ذهن شما باید کاملا نو شود و سرشت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید. پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران راست بگویید، زیرا همه ما اعضای یکدیگریم. اگر عصبانی شدید نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند. به ابلیس فرصت ندهید. دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. یک کلمه زشت از دهانتان خارج نشود، بلکه گفتار شما به موقع خوب و سودمند باشد تا در نتیجه آن به شنوندگان فیضی برسد. روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می‌شوید. از این پس دیگر به هیچ نوع بغض، غیظ، خشم، داد و فریاد، دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. خب توی نامه افسسیان داره و شما یاد میده که حتی اگر توی گذشته بدم بودی باید این بدی رو بذاریم کنار و این زندگی جدیدی رو شروع کنیم. یعنی وقتی که ما میگیم پیرو عیسی مسیح هستیم، حیات جاودان داریم و گناهانمون بخشیده شده، دیگه مثل آدمای دیگه رفتار نمی‌کنیم.
داری بگه اگر شما واقعا حقیقت رو فهمیدید، اگر درک کردید، اگر شناخت پیدا کردید، اگر یاد گرفتید، توی گذشته زندگی نمی‌کنید، توی جدید، زندگی جدیدی که دارید اونو به اصطلاح ادامه میدید. خیلی هم سخته. چرا سخته؟ چون شما یه سری عادت ها دارید. وقتی میایید توی مسیحیت، اون عادت ها رو هم با خودتون میارید. یه سری افکار دارید، اون افکار هم با خودتون میارید. یعنی چی؟ یعنی درسته قلب من دوست داره تو این راه زندگی بکنه، ولی دیگه عادت کردم و بر اساس عادت مثلا فحاشی میکنه. داره میگه که همه رو ترک کنید، اون زندگی گذشته تو، حتی اون عادتهای بد تو، حتی اون ضعفهای کوچیک تو باید ترک کنی و باید بیای توی زندگی جدید و هماهنگ بشی با عیسی مسیح. بریم میخوام چند تا نامه رو با هم نگاه کنیم که بهتون بگم چقدر این موضوع مهمه که تو اکثر نامه ها گفته شده. بریم نامه فیلیپیان از فصل 1 آیه 27 رو میخونیم تا آخر انتهای فصل 2. از نامه فیلیپیان فصل 1 آیه 27 تا آخر فصل 2. خیلی مهمه که توی همه نامه ها راجع به زندگی مسیحی صحبت کرده و ما باید خودمون رو شبیه مسیح تربیت کنیم، درست کنیم. مثل یه بچه‌ای که وقتی که مادرش مریضه اونو گذاشتن نگرش داشتن، بزرگش کردن، حالا که میاد دوباره سمت مادر باید اون چیزی باشه که مادرش میخواد. خب میریم از آیه 17 فصل 1 از آیه 17 تا آخر فصل 2 رو برام میخوام. ولی آنها از روی همچشمی به مسیح بشارت می‌دهند، نه از روی صمیمیت، زیرا تصور می‌کنند از این راه می‌توانند بار زحمت مرا در زندان سنگین‌تر سازند. چه اهمیت دارد از هر راهی باشد، خواه از روی نیت درست یا نادرست. مسیح به مردم اعلام می‌شود و این امر برای من مایه خوشبختی است. آری، من شادم و همچنان شادی خواهم کرد، زیرا می‌دانم که به وسیله دعاهای شما و به یاری روح عیسی مسیح این امر به نجات من تمام خواهد شد. زیرا انتظار شدید و امید من این است که هرگز موجبات رسوایی خود را فراهم نسازم، بلکه اکنون با دلیری کامل مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم، خواه با مرگ من باشد، خواه با زندگی من. زیرا مقصود من از زندگی مسیح است و مردن نیز به سود من تمام شود. اما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده‌ای انجام دهم، من نمیدانم کدام را انتخاب کنم. بین دو راهی گیر کردم. با اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است، اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است. با چنین اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود تا بار دیگر با آمدن من موجبات افتخار شما به من در مسیح عیسی بیشتر گردد. به هر حال طوری زندگی کنید که رفتار شما شایسته انجیل مسیح باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم، مایلم درباره شما بشنوم که در یگانگی روح پابرجا هستید و با هماهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می‌کنید. به هیچ وجه از مخالفین نترسید، زیرا این شهامت شما به آنها ثابت می‌کند که به سوی هلاکت می‌روند و شما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست. چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید. زیرا شما نیز به همان مبارزه‌ای داخل شده اید که من داشتم و شما ناظر آن بودید و اطلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم. با هم نگاه کردیم، داره از من شما میخواد که مثل خودش رفتار بکنیم و
زندگی داشته باشیم در مسیح، یعنی نگاهمون باشه به عیسی مسیح تا ببینیم اون چجوری رفتار کرده، الگویی باشه تا ما مثل اون رفتار بکنیم. این که میگه من راه هستم، من در هستم، داره به من و شما اون راهی رو که باید طی کنیم و داره به ما نشون. و ما توی گذشته اینجوری زندگی نمی‌کردیم. اگر زندگی می‌کردیم که دیگه نیازی نبود که من پیرو مسیح بشم. پس این که ما پیرو عیسی مسیح میشیم برای اینه که به ما کمک کنه تا ما تو این راه بتونیم شبیه خودش بشیم. برای همین اسم اون روی ماست. میگن اینا مسیحی شدن، یعنی پیرو عیسی مسیح شدن، مثل مسیح زندگی میکنن. اون محبتی رو که خدا داره نسبت به همه، ما باید داشته باشیم نسبت به همه. میریم با هم دیگه نامه کولوسیان رو نگاه میکنیم، فصل 3. نامه کولوسیان. مگر شما با مسیح زنده نشده اید؟ پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. درباره آنچه در عالم بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد. بنابراین تمایلات دنیوی یعنی زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت و طمع را در خود نابود سازید. به سبب این کارهاست که افراد سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید، کارهای شما نیز مانند دیگران بود. همچنین اکنون شما باید خشم، غیظ، بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادتهای او قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع نموده اید. انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می آید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی و مهربانی و فروتنی و ملایمت و بردباری ملبس سازید. متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند. آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد قاضی وجدان شما باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پری آن سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه می کنید، چه گفتار، چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. توی این قسمت باز از کلام خدا میگه که کلام خدا میتونه ما رو اون تاثیر بذاره توسط روح القدس و ما رو عوض بکنه تا ما بتونیم تو این زندگی قدم‌های بلندتری رو برداریم. پس نوع رفتار ما، گفتار ما، همه چیز ما توی مسیحیت متفاوته. بیشتر و بیشتر هر روز که میگذره شبیه مسیح باید بشه. خب خیلی وقتا نمیتونیم، حالا به خاطر اون عادت‌ها، طرز تفکر گذشتمون سد راه کار ماست. مشکلی همیشه توی ما هست در رابطه با این که نمیتونیم این ترک عادت رو داشته باشیم. ضرب مسئله هم داریم که ترک عادت موجب مرض است. نه، اینجوری نیستش. ما باید آهسته آهسته، کم کم
تسلط داشته باشیم. همونطور که بهتون گفتم کلام خدا بهتون کمک میکنه، به همه ما کمک میکنه تا توسط روح القدس عوض بشیم. یعنی خود خداوند باید ما رو عوض بکنه تا ما بتونیم تو این زندگی هم طاقت داشته باشیم، هم صبر داشته باشیم، هم حوصله داشته باشیم تا بتونیم این نوع زندگی رو ادامه بدیم. یادم تو یکی از این اصطلاح کلاسایی که گیتار تعلیم میدادن، یه شخصی به اصطلاح از طریق اینترنت یاد گرفته بود. اون معلمی که میخواست به این گیتار یاد بده چند وقت گذاشت تا به این بگه که آقا این روشی که تو گیتار میگیری، این روشی که تو این ساز میخوای بزنی اصلا غلطه. بعد اومد چیکار کرد؟ اول اون روشی رو که این یاد گرفته بود تفلک داشت اونو پاک میکرد از تو ذهن اون و این روش جدید بود یاد بده. اکثر ما که از دین یا از اسلام اومدیم توی از شریعت اومدیم، همیشه اون روش غلط حتما باید یه جوری رضایت خدا رو به دست بیاریم، حتما باید این کارو بکنیم، حتما باید اینجوری، همه اینا غلطه. یعنی همین که ما به عیسی مسیح ایمان آورده باشیم خداوند ما رو پذیرفته، نه به خاطر اعمالمون نه به خاطر رفتارمون، بلکه چون خدا محبته به خاطر خودیم میگه به همون صورتی که خوانده شدید بمونید تا خود خدا ما رو تغییر بده. چون عشق اولیه که ما میایم به سمت مسیح اگر این توی ما باشه، بعد همینطوری که تو نامه‌های قبلی خوندیم میگه که اون تعالیم یاد میگیری، اون کلام یاد میگیری و اون رو به فعل و عمل تبدیل میکنی. پس باید بذاریم تا مسیح در ما کار بکنه، روح القدس در ما کار بکنه و از ما اون شخصیتی بسازه که خودش دوست داره، نه خودمون دوست داریم. ببین اون کوزه‌گر وقتی داره از یه ظرف، از گل داره یه ظرف میسازه که دوست داره، خیلی وقتا اون چیزی نیستش که اون گل میخواد. چرا؟ چون باید اون شکل بده، فرم بده، چه میدونم ساب بزنه و خیلی روش کار کنه تا اون ظرف برگزیده بشه. ما انتخاب شدیم، ما مسخ شدیم، ما جدا شدیم تا متفاوت باشیم با مردم دنیا. خب باید بذاریم خدا، یعنی باید بهش اجازه رو بدیم خدا اون جوری ما رو شکل بده که خدا دوست داره، نه خودمون دوست داره. مثل این میمونه که مثلا بگیم که آقا هر کی میاد یک کلیسای مثلا مال بچهای کرد باید لباس کردی بپوشه. نه اینجوری نیست، بدون لباس کردی هم میشه کلیسا برگزار کرد. چون اینجا یک کلیسای توی هلند، یعنی یه دونه که نیست، یه گروه کلیساست که میگن آقا باید لباس سیاه بپوشید یک کلیسا، یا باید همه خانم‌ها باید شلوار و دامن پاشون باشه و مردا شلوار پاشون باشه بیان کلیسا. شلوار که زن ندارن باشه مثلا میگم. خب اینو خدا نگفته دیگه، اینو اون سیستم گفته، اون آدمایی که اونجا بودن اضافه کردن به کلام خدا. پس اینجا خدا منو پذیرفته، حالا چه کرد باشم، چه لور باشم، چه بلوچ باشم، چه فارس باشم، چه ایرانی باشم، چه افغانی باشم، چه آمریکایی باشم، خدا منو پذیرفته. خب همه باید شبیه مسیح در بیایم. یعنی همه اگر اون افکار و اون فکر و اون چیزو داریم، توی عادت‌ها رو داریم توی زندگیمون، باید اینا رو تغییر بدیم و شبیه مسیح بشیم. برای همین میگه یک ایمان، یک تعمید. خب اینو داره یک جسد، یک روح القدس داره برای شما یاد میده که ما چیزی که ما رو به عنوان خواهر و برادر کنار هم دیگه قرار میده، اون ایمان ماست، اون باور ماست، اون اعتقاد ماست. پس اینجا من باید سختی خودم و اون سرسختی خودم رو بذارم کنار، تن بدم به اون چیزی که خدا میخواد، که خداوند توسط روح القدس و کلامش به من کمک میکنه تا من اون شکل
و اون فرمی که خدا درش میخواد من بگیرم. و میبینیم که مثلا یک کسی مثل پاولوس چقدر شخصیتش فرق میکنه. کسی که ظلم میکرد، اذیت میکرد، رادیکال بود، فناتیک بود، تندرو بود، خدا رو دوست داشت، خدا رو نمیشناخت، چقدر فرق میکنه. یا یک کسی رو که مثلا پتروس، چقدر شخصیت پتروس که مسیح رو انکار میکنه توی نامه ها وقتی ازش میخونیم میبینیم چقدر این آدم فرق کرد. یا یوحنا برادرش که به پسران رعد معروف بودن، تندخو بودن، میبینیم این تغییر میکنه و میشه رسول محبت. انقدر با محبت میشه چون انجیلش و نامه هایی که نوشته و کتاب مکاشفه چقدر زیبا این عوض شده این شخصیت. پس باید بذاریم خداوند روی ما کار بکنه تا این فرم ما، این شکل ما اونجوری که خدا میخواد در بیاد، تا بتونیم میوه بیاریم، بتونیم ثمره بیاریم، بتونیم اون کسی باشیم که خدا میخواد. خب من بارها و بارها توی کلیسا مثلا میگم که خب چرا اینجوری رفتار میکنیم؟ مثلا خانمش میگه این از اول عادت کرده اینجوریه. میگم خب میدونم از اول اینجوری بوده، داره میاد کلیسا که دیگه اینجوری نباشه دیگه، داره میاد که این رفتاری رو که غلطه بذاره کنار دیگه. یا میگم با اون آقای، میگم که آقا شما چرا اینقدر از کلمات زشت استفاده میکنی؟ میگه ما بچه مثلا نازی آبادی. میگه هر کی تو نازی آبادی باید اینجوری صحبت کنه. حالا گیرم تو نازی آباد بودی، الان تو نازی آباد نیستی که، الان تو هلندی مثلا. خب پس عوض شده دیگه، باید به خدا فرصت بدی تا کمکت کنه و تو رو عوض بکنه. باید شرایط فراهم کنه. مثل اون فوتبالیست میمونه که میخواد بره که توی زمین قادرون نیمکت ذخیره بشینه تا آماده باشه، مربی اون بفرسته تو زمین. با کوچرباری که روادش هسته رو نیمکت، چجوری مربی نمیفرسته تو زمین؟ این فقط یه 10 دقیقه وقت میخواد لباسش رو عوض کنه. بس باید ما شرایط رو فراهم کنیم، بستر رو فراهم کنیم تا خداوند ما رو چیکار کنه؟ تغییر. میریم با هم یه نامه دیگر رو میخونیم. میریم اول تسالونیکیان فصل 4 رو با هم میخونیم. نامه اول تسالونیکیان فصل 4. دیگر اینکه ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید زندگی کنید تا خدا را خوشنود سازید و شما هم البته از آن پیروی میکنید. اکنون به نام عیسی خداوند از شما استدعا و التماس میکنم که بیش از پیش مطابق آن زندگی کنید، زیرا میدانید به حکم عیسی خداوند چه دستورهایی به شما دادم. خواست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی نامشروع بپرهیزید. همه شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم نگاه دارید و مانند ملت‌های خدا ناشناس دستخوش امیال و شهوات جسمانی نگردید. در این خصوص هیچ کس نباید از ایمانداران سوء استفاده کند، زیرا همانطوری که من قبلا با تأکید زیاد به شما گفته بودم، خداوند به کسانی که این کارها را می‌کند کیفر خواهد داد. خدا ما را به یک زندگی پاک خوانده است، نه به فساد اخلاقی. پس هر که این تعلیم را قبول نکند، انسان را رد نمی‌کند، بلکه خدایی را که روح القدس خود را به شما عطا می‌فرماید رد کرده است. و اما درباره محبت به یکدیگر هیچ نیازی نیست که در خصوص آن چیزی بنویسم، زیرا خود شما از خدا تعلیم یافته اید که چگونه یکدیگر را دوست بدارید و شکی نیست که در تمام مقدونیه شما با همه ایمانداران همینطور رفتار میکنید. اما ای برادران، از شما درخواست میکنم که محبت شما روز به روز بیشتر گردد. آرزویتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و به کار خود مشغول باشید و همانطور که قبلا به شما دستور دادیم برای تأمین معاش خود کار کنید تا زندگی شما تأثیر نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای تأمین خود محتاج دیگران نباشید. این قسمت هم که نگاه کردیم از بی زحمت اینو برام جان از آیه 1 بیار.
چقدر جالب داره میگه که خب شما یه جور دیگه باید زندگی بکنید. یعنی توی این آموختید، شنیدید، پیروی کردید، اینجا داره خواهش میکنه، التماس میکنه که درست رفتار بکنید، زیرا میدونه که با حکم عیسی خداوند چه دستورهایی شما داده شده باید پاک زندگی کنید. روابط جنسی عجیب غریب دارید، یعنی رابطه که تو ازدواج نیست اون روابط رو دارید. خب میگه اون ملت ها، اون آدمایی که، اون قوم هایی که خدا نشناسن اینجوری زندگی میکنن، تو نباید اینجوری زندگی کنی. حالا این یکی از اون موارد، خیلی چیزای دیگه هم هست، فساد اخلاقی و هر تعلیم رو قبول نکنید. میگه پس هر که این تعلیم رو قبول نکنه، چه تعلیمیه که باید این رابطه با تو ازدواج باشه، اگه قرار تو ازدواج نباشه که درست نیست. پس اینجا داره به من تو یاد میده که تمام فعالیت ما در روز، تمام فعالیت ما تو دوره‌ای که هستیم در حضور خداوند باید تو پاکی باشه، چون خداوند پاکه. خب وقتی خداوند پاکه که من نمیتونم کثیف زندگی کنم، که کثیف زندگی کردن نه این که من مبلم شیک نیست یا نمیدونم خونم شیک نیست یا لباسم شیک و تمیز نیستش، افکار، فکر من، اون تمایلات من. خب پس داره من شما میگه که شما درست رفتار کنید. میریم با هم دیگه اول تیموتائوس فصل 4 نامه. این ببینید چقدر مهمه که تو هر نامه ای، حالا چه به شهر گفته باشه چه به شخص گفته باشه، مثلا تیموتائوس که رهبر کلیساست داره توضیح میده که باید چجوری زندگی کنه. خب نامه اول تیموتائوس فصل 4 از آیه 1. روح القدس صریحاً می‌فرماید که در زمانهای آخر بعضی‌ها از ایمان دست خواهند کشید و از ارواح گمراه کننده و تعالیم شیاطین پیروی خواهند کرد. از تعالیم ریاکارانه دروغگویان استفاده کرده و وجدانشان طوری بی‌حس خواهد گردید که گویی با آهنی داغ سوخته شده است. ازدواج را ممنوع نموده و خوردن بعضی از غذاهایی را که قدغن می‌کنند که خدا آفریده است تا ایماندارانی که حقیقت را می‌دانند با شکرگزاری از آن غذاها استفاده کنند، در صورتی که همه چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می‌شود ناپاک شمرد، زیرا به وسیله کلام خدا و دعا پاک می‌گردد. اگر این دستورها من شما اینو توضیح میده، میگه که تو انتهای زمان، خب خیلی وقتا ما چیکار میکنیم؟ میگه خود خدا میگه انتهای زمان خیلی از اینا برمیگردن، خیلی از اینا تعالیم غلط دارن، خیلی از اینا رفتار غلط دارن. خب خواستیم ادامه بده. اگر این دستورها را به ایمانداران یادآور شوی، خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود که در حقایق ایمان و تعالیم نیکویی که دنبال کرده ای پرورش خواهی یافت، اما با افسانه‌های کفرآمیز که ارزش بازگو کردن ندارند کاری نداشته باش. اگر می‌خواهید ورزش کنید، خود را در خداپرستی تقویت کنید، زیرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است، خداپرستی از هر حیث فایده دارد، چون هم برای حال و هم برای آینده وعده حیات دارد. این سخن درست است و کاملا قابل قبول است، بنابراین ما تقلا و کوشش می‌کنیم زیرا به خدای زنده که نجات دهنده همه آدمیان و مخصوصاً ایمانداران است توکل داریم. این است آنچه تو باید به آنها دستور و تعلیم دهی. هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه در گفتار و کردار، در محبت و ایمان و پاکی برای ایمانداران نمونه باش و تا موقع آمدن من وقت خود را صرف موعظه و تعلیم و قرائت کلام خدا برای عموم بنما. نسبت به عطیه روحانی خود بی‌توجه نباش، عطیه‌ای که در وقت دستگذاری تو به وسیله رهبران کلیسا همراه با نبوت آنها به تو داده شده است. این چیزها را به عمل آور،
و خود را وقف آنها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد. مراقب خود و تعلیماتت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن، چون به این وسیله هم خود و هم آنانی را که به تو گوش می‌دهند نجات خواهی داد. خب میریم نامه دوم تیموتائوس، اینم نگاه میکنیم، فصل 3 آیه 1 تا 9. این را یقین بدان که در زمان آخر روزگار سختی خواهد بود، زیرا آدمیان خودخواه، پولپرست، لافزن، مغرور، توهین کننده و نسبت به والدین نافرمان، ناسپاس، ناپاک، بی‌عاطفه، بی‌رحم، افترازن، ناپرهیزکار، درنده‌خو، متنفر از نیکی، خیانتکار، لاقید و خودپسند خواهند بود و عیاشی را بیش از خدا دوست خواهند داشت. ظاهرا خداپرستند ولی قدرت آن را انکار می‌نمایند. از این اشخاص دوری کن، زیرا بعضی از آنها به خانه‌ها راه می‌یابند و زن‌های سبک مغز را که زیر بار گناه شانه خم کرده‌اند و دستخوش تمایلات گوناگون هستند به چنگ می‌آورند. این زن‌ها دائما در پی اطلاعات تازه هستند، ولی هیچ وقت نمی‌توانند حقیقت را درک کنند. همانطور که ینیس و یمبریس با موسی مخالفت کردند، این اشخاص نیز با حقیقت مخالفند. افکارشان فاسد شده و در ایمان مردود هستند، اما پیشرفت آنان بیش از این نخواهد بود، زیرا حماقت آنها بر همه آشکار خواهد شد. درست همانطور که حماقت ینیس و یمبریس معلوم گردید. اما تو این قسمت داره میگه که شما داره میگه که میگه اینا هرچی هم تعلیم میگیرن دنبال چیزای جدید هم هستن، ولی اون حقیقت و به اون واقعیت نمیرسه. چرا؟ چون ظاهرشون ظاهر درستیه، ظاهرش مرتبه، اون چیزیه که باید باشه، ولی در باطن که باطن مهمه، اون چیزی که خدا میخواد نیستن. میریم با هم دیگه آخرین نامه رو میخونیم، تیتوس فصل 3. نامه تیتوس فصل 3. به آنها خاطر نشان ساز که مطیع حکمرانان و اولیای امور بوده و از آنها اطاعت کنند و برای انجام هر گونه نیکوکاری آماده باشند. به آنها بگو که از هیچ کس بدگویی نکنند و از مجادله دوری جسته ملایم و آرام باشند. با تمام مردم کاملا مؤدب باشند، زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و روزهای خود را به کینه‌جویی و حسادت می‌گذراندیم. دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفر بودیم. اما هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد، او ما را نجات داد. اما این نجات به خاطر کارهای نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی مسیح نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود تا به وسیله فیض او کاملا نیک محسوب شده و مطابق امید خود وارث حیات جاودانی گردیم. این سخن درست است و می‌خواهم به این مطلب اهمیت مخصوصی بدهی تا آنانی که به خدا ایمان دارند فراموش نکنند که خود را وقف نیکوکاری نمایند، زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و مفیدند. اما از مباحثات احمقانه درباره شجره‌نامه‌ها و اختلافات و نزاع‌ها بر سر شریعت دوری کن، زیرا اینها بیهوده و بی‌ارزش هستند. اگر شخصی ستیزه‌جو باشد، یکی دو بار به او گوشزد کن و بعد از آن دیگر کاری با او نداشته باش، چون می‌دانی که چنین شخصی منحرف شده و گناهانش نشان می‌دهد که او خود را محکوم کرده است. خیلی ساده به من شما داره میگه که یکی دو بار بیشتر بهش نگو، وقتی نمیفهمه و متوجه نیست دیگه به حال خودش رهاش کن. پس این نیستش که ما بایستیم و دائم یه چیزی رو تکرار کنیم. خب داره به من شما یاد میده باید همینطور که تعمید گرفتیم، خداوند ما رو شستشو داد، از روح خدا پر بشیم تا بتونیم تغییر کنیم و کلامشو بتونیم به فعل و عمل تبدیل بکنیم. و خود خداوند
توسط روحش ما رو دگرگون میکنه، آگاه میکنه، آشنا میکنه، آدم بستر ما فراهم بکنیم تا انسان جدیدی بشیم، شبیه عیسی مسیح. میگه انسان جسمانی، انسان اول آدم بود و انسان روحانی عیسی مسیح سمبولشه. و من و شما باید هر روز و هر روز که میگذره شبیه مسیح بشیم، با نوع زندگی که انتخاب میکنیم، رفتاری که داریم. دیگه تو گذشته زندگی نمیکنیم. خیلی سخته، چون خیلیا با اون شجره نامه که الان داره راجبش صحبت میکنه، شجره نامه یعنی من اصلیتاً کیه، کی بودم، اینا رو بذار کنار، همین راجب اینا بحث نکن. راجب دین و این چیزا هم نشینیم بحث. اصلا از بحث کردن یادتون باشه، خیلی از آدما بحث کردن رو دوست دارن. کتاب مقدس به ما میگه پرهیز کنید از بحث کردن، از جدال کردن، اختلاف میاره. برای همین میگه پرهیز کنید. پس دیگه یکی دو بار بهش بگو، وقتی گوش نمیکنه دیگه اونو حال خودش رها کن. پس ما نوع زندگیمون، رفتارمون جوریه که هر کی ما رو ببینه میگه اینا مسیحیه. نیازی نیستش که مثلا کسی ما نامه بده که ما مسیحی هستیم، یا کسی ما نامه بده که ما شبیه مسیح زندگی میکنیم. عیان است، چه رفتارمون، کردارمون، گفتارمون، همه اینا چیه؟ عیانه که ما شبیه مسیح زندگی میکنیم، با اون محبت خدایی که توی دل ما گذاشته میشه. خدا رو با تمام وجودت دوست داشته باش و به همسایت محبت کن. اون محبتی که توی ما میذاره، اون موقع شما نور جهان هستید. این محبت توسط دیگران قابل دیدنه. شما نمک جهان هستید، این طعم و مزه ما برای دیگران قابل چشیدنه. پس اینجا ما شرایط فراهم میکنیم تا توسط خداوند دگرگون بشیم و عوض بشیم. خرسمی دعا میکنیم و بعد در بهرام برامون یکی دو سوال بزنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم پدر جان برای یه روز دیگه به ما اجازه دادی با برادران و خواهرانمون دور هم جمع بشیم، برای یک شنبه دیگه این هفته جدید رو با نام تو، با حضور تو، با هدایت تو، با محافظت تو، با حکمت و برکت تو آغاز میکنیم. پدر جان به حضور مبارک تو میاییم و در حضور تو زانو میزنیم. ما را از این دنیا بی نیاز کن که محتاج کسی یا چیزی نباشیم. تو رو شکرگزاریم پدر جان برای آفرینشت، تو رو شکرگزاریم برای نقشه های الهی، تو رو شکرگزاریم برای نجات عظیمت، تو رو شکر میکنیم مسیح جان برای صلیبت، شکر میکنیم برای خون گرانبهات که برای آمرزش گناهان ما ریخته شد. شکرگزار هستیم برای حیات ابدی که در نام تو داریم مسیح جان. تو رو شکر میکنیم پدر جان، تک تک ما رو از روح القدست به فراوانی لبریز کن و با روح پاکت ما رو هدایت کن. به ما حکمت آسمانی بده که خواست و اراده تو رو درک کنیم. پدر آسمانی تو رو شکرگزاریم، ایمان داریم که فرزندان تو هستیم، ایمان داریم که در مسیح خادمان تو هستیم و در روح القدس شاهزاده های تو هستیم. از تو میطلبیم که زندگی تک تک ما رو مبارک کنی و هر آنچه که از آن تو نیست از زندگیمون و از کلیسامون دور کنه. پدر جان امروز تک تک ما رو از خودمون خالی کن و از خودت پر کن. پدر جان همچون ظرفای خاصی باشیم در دستان مبارک تو، از ما استفاده کنی برای پیشبرد ملکوتت. ای پدر جان میخواییم که رفتار ما، زندگیمون برای جلال نام تو باشه و منعکس کننده نور تو باشیم و دیگران زندگی ها